دوستان، امروز داریم آموزش خودکار بازی کردن در بازی ای فوتبال. قبل از این سراغ آموزش لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خب بریم سراغ آموزش. اول وارد قسمت مچ میشیم. در کل بازی های آفلاین، یعنی هر بازی مثل این ایونت و این مای لیگ بازی، میتونید حالت چیز رو فعال کنید، حالت خودکار فعال کنید. وارد مای لیگ میشیم. اینجا میریم به ستینگ تنظیمات میشیم. ستینگ تنظیمات. بعد اینجا این گزینه رو میزنیم. بعد رو دومی، رو اولیه میذاریم، رو دومی میذاریم. بعد وارد بازی میشیم. و میبینید که خودکار دارن خودشون بازی میکنن و اکثر موقع میبرن و شما لازم نیست که خودتون وقتتون میذارید. حالا اگه اینجا خواستین نظرتون عوض کنید، خواستین کنترل بازی خودتون به دست بگیرین، اینجا وارد دوباره ستینگ میشین، تنظیمات میشین. این گزینه رو میذارین. بعد اون مثل همونجا اینجا رو دومیه. بعد رو اولی میذارین. و میبینید دوباره برین تو بازی. خودتون دارین بازی. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.